ماینکرافت ولی اگه مثلا ویلیج پیدا کنم شما را ما این بالو میذارم. خب اول از همه چی بریم که چوب بکنیم که در بازی عقب نمانیم. خب من این چوب رو انتخاب کنم که برو بریم که بکنیمش. خب چوبم که کندم، این یکم میکنم تا بشن 6 تا. خب یه تا چوبا رو تبدیل میکنیم و یه کرافتینگ کیبل، یه دونه چوب برای ساخت تبر و کلنگ. خب کرافتینگ کیبل رو میذارم و یه دونه تبر و یه دونه کلنگ. خب کرافتینگ کیبل رو بکردم و ببین هندونه و ببین هندوانه. خب ببین من از گفته که تو این بازی شانس زیاد ندارم و از تو هم میخوام که چنل منو ساب کنی و ویدیو لایک کنی و حتما زنگوله ویدیو بزن که از ویدیو بعدی من با خبر باشی تا خوش شانسی چیزی باشم من. و ببین چی پیدا کردم که مایکل آنجلو امباپه. برو ببین من زر میزنم آخه وقت نداریم. من دارم میرم الان یه 59 ثانیه شکلی مونده. برو بریم فقط بابا برو بریم، وقت نداریم داداش، برو بریم. امیدوارم که ویدیو رو لایک کرده باشی و ببین که گاو پیدا کردیم. گاو اگه میخوای مثل این نباشی ویدیو لایک کن، ساب کن، فهمیدی؟ خب من از ایران گفته باشم که دیگه میدونید من شانس ندارم، بد شانسم، من تو زندگیم کلا بد شانسم، وقت نمونده. برو بریم. برو وقت نداریم آجی، برو وقت نداریم بابا، برو دیگه. ندار چی میگه این وسط. برو عزیزم. فقط چی پیدا کردم؟ کلیپر بود، کلیپر جهش یافته. یا خدا یعنی وای دارم میترسم، هی میترسم یهو بیاد تو صورتم. ویدیو لایک کن نه تو صورتم. من زلزله میزنم یه جورایی. وقت داره تموم میشه، ثانیه‌های آخره داره تموم میشه. یکم دیگه مونده، صبر کن، داره تموم میشه و تمام. من نتونستم و چالش رو باختم و شمارم هم این بالا میذارم 3 2 1.